یه تاجری توی هندوستان بود. این هر سال محرم برای امام حسین یه مجلس خوب و یه روزه باشکوهی برپا میکرد. یه فرماندار برای اون شهر هندوستان اومد که این ناصبی بود، دشمن اهل بیت بود. گفت برید همه زندگی اینو ازش بگیرید، همه اموالشو مصادره کنید، زندگیش هم به هم بریزید تا دیگه کسی جرئت نکنه برای حسین روزه بگیره. اینا هم رفتن همه زندگیشو گرفتن. گذشت، شد اول محرم. این آقا خیلی دلش گرفته بود، گریه کرد. همسرش بهش گفت که چون چیزی نداری گریه میکنی؟ گفت نه، به خاطر فقیر شدنم گریه نمیکنم. گریه میکنم چون برای امام حسین نمیتونم روزه بگیرم، امسال دیگه نمیتونم. همسرش گفت من یه پیشنهادی دارم. گفت چه پیشنهادی؟ گفت این پسرمونو بردار، برو چند تا شهر اون طرفتر، جایی که ما رو نمیشناسن، به غلامی بفروشش تا با پولش امسالم روزه امام حسین رو برپا کنی. اون موقع عرف بود غلامو برده داشتن. این یه فکری کرد، گفت که زن آخه پسرمونه. گفت این تنها راهیه که امسالم بتونیم مجلس رو برپا کنیم. گفت باشه. رفت پیش پسرش. گفت بابا ما میخوایم یه همچین کاری بکنیم، تو راضی هستی؟ گفت بابا سر و جانم فدای امام حسین، من حاضرم غلام بشم که مجلس امام حسین برپا بشه، مشکلی نداره. اینم دست پسرشو گرفت و رفتن چند تا شهر اون طرفتر. یه آقایی اومد گفت که آقا این پسرتو به غلامی میفروشی؟ اونم گفت بله. و پسرشو به یه قیمت خوبی به این آقا فروخت. بعدم از هم ودا کردن و گریه کنان از هم جدا شدن. این آقا هم اومد شهر خودش و قند و چایی و لوازمی که برای روزه میخواست و خرید و رفت خونه. شروع کردن خونه رو آماده کردن. داشتن خونه رو آماده میکردن، دیدن این پسرشون گریه کنان اومد توی خونه. این تعجب کرد، رفت پیشش گفت بابا از دست مشتری فرار کردی؟ گفت نه بابا من فرار نکردم. گفت پس اینجا چی کار میکنی؟ گفت بابا تا شما رفتید من از این آقا پرسیدم که آقا شما کی هستی که منو خریدی؟ اون آقا هم گفت که انا العطشان، انا الغریب، من همون آقای غریبیم که بابات براش روزه برپا میکنه. بابا مشتری خود امام حسین. بعدم فرمودن که برگرد پیش پدره، این پولم دادن برای شما بیارم و گفتن که ما به فرماندار گفتیم اموالت هم بهت برگردونه و اینکه خوشا به حال پدرت که اینجوری برای ما نوکری میکنه. میگه هنوز صحبتمون تموم نشده بود دیدیم صدای در زدن میاد. رفتیم دم در، دیدیم غلام فرمانداره. گفت فرماندار میخواد شما رو ببینه. رفتیم پیش فرماندار. رفتیم اونجا و فرماندار گفت که حسین منو تنبیه کرد. گفت مجلس منو خراب میکنی؟ گفت روزه منو به هم میزنی، از هم میپاشی؟ گفت که همه اموال شما رو بهتون برگردونم، هر سالم چند هزار دینار بهتون میدم برای برپایی این روزه و اینکه به خاطر روزه تو همه ما شیعه حسین شدیم و حسین دست همه ما رو گرفت. رفیق، امام حسین خیلی هوای نوکراشو داره، قدر خودتو بدون.